سلام بچه‌ها، به ویدیو جدید از کانال موکین گیمینگ خوش اومدید. داخل این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطوری M4 لژندری رایگان رو دائمی بگیرید. کلا 2 تا مرحله بیشتر نداره، دومی از اولی سخت‌تره. اولین مرحله باید اکانتتون رو سیو کنید. رو دکمه گو میزنیم، یه پنجره میاد. وقتی کال آف دیوتی موبایل رو بزنیم میاد توی یه صفحه دیگه. ساین آپ رو که میزنیم، 3 تا از ما چیز میخواد: جیمیل، رمز و کشوری که داخلش هستیم. اونو پر میکنیم و ساین آپ رو میزنیم. بعدش هم ذخیره رو میزنیم. بعد تکمیل میشه. حالا مرحله بعدیش چیه؟ میگه باید 5 تا مولتی پلیر رنگ بازی کنی و برنده بشی. خب اینجا میبینید زده 4 از 5، یعنی یه مچ دیگه باید پلی میدادم که اون مچ هم پلی دادم و کامل شد. میریم اینجا دریافت میکنیم ایونتو و این هم گان لژندریه که ما دانلودش نداریم. حالا میچینمش اینجا. بعد اینجا دانلودش میکنم و خودش میارزه. 2 مرحله کاری نداره. حالا من تو اکانت اصلی این کار کرده بودم ولی یه اکانت فیک زدم، اومدم بر شما هم انجام بدم که ببینید میشه. بله، این ویدیو تموم شد. اگه میخواید یاد بگیرید که چطوری این M4 رو گلدش کنید و قشنگتر بشه رخ کار، حتما ویدیو قبلی منو ببینید. داخل کامنت ها بهم انرژی بدید و خدا نگهدار.